السلام علیکم اهل خلق سوخ زمین و شمها ارنوم زنان یک مراجعه میکنم. التماس این مذاکره ما خوندن ارنوم یک خانه زنها سر خداوتون داشته گرفته سر اصراف بگره و جواب دادن روزای قیامت. بچه هاتون مرد کاره و گسیز کرده گردن و زنجیر طلا اندازی و اصراف گری بهیده و ممنی و خدا هاتون نشانتی و تگنای بلنده نکنتون اون دنیا و کار کنتون اون دنیا تگنش بلند کنتون. التماس خطیچه کبریا دن پیغمبر خدا شده گردن شما نانداختن گفت طلایه. بی فاطمه دختری پیغمبر خدا انداخته بیان گردن انگتون گرفته برده یک تا قله آزاد کنید گونه گره قله آزاد کرن کو سیشید کی زنکو و یک بار همه قب ممنی مردکو قب پس شده بر افسوس میلیون کورکر آمده دست زنهاشون به 7 میلیون پله داده برده گردن کلنداشون 7 میلیون طلا می اندازه. بچه هاشون کوچه های رفتنده گرده هاشون کسل کرد سیمین برداشته شغال برداشته کورکر می بیاد آهنین نباشه که فرنندو تو ما سوستاندیه ارگانیزی و یا گوشت باشه و یا مردکاره و انداخته و خنکانده رستوانده آزاننده دیسایدان آده دست تیستو و همون اولم چورت بدگاه سال خودتون دوتا نو بدگاه اول نشود جدا مال پلس بسیار شلگاه ها احسان تیاد خلق با یتیمه ها برده تیاد سقره ها برده تیاد اون دنیاش به جنت خرد اول نکنه نو بده های خدا پنبندیه برابر کرد نه دیگه چیزه یادتی تو جای گردنش به طلا انداخته من یک تا گوسپند خوراندان یک که فرزندای بقوت کرده رویانه اشکمش به نشده بچه هاشون رژیم بچه بداری این لبدن اون لبدن فرمانه بر هست هر کسر اشکمش بخورد همه امدی نوشد تو گردنش به انداختنی تو 50 تا 40 تا کلپچه توست کردن اشکم دخترانه ما کلان خورانده برنگ رو کرد تو در مردم در نرفته رژیم نشود. من این انومی چند خانوار زنکو گفتادیه یعنی از خدا خودتون داشته گفته از مردن اوی کرده هر یک تا چیزی نزدگه و روز قیامت جواب میدی جان دو ساده گفته کدام چیزا نزدگه باشه پرنه میبیاد یعنی از مردن اوی کرده یعنی از آخرت اوی کرده کن تو منی کلانگری نکن تو از خواب رویدم خواب میشه. بسم الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام امروز سنه 22 می سال 2024 سال شخصی که دیده ایستاده ما در مسجد تاج محل شهر قرار داریم. در اینجا برادران برای ساختن گنبدها حرکت دارند. گنبدی بالای مسجد ساخته است. این گنبدهای مایداش از زمین 4 دانه میشه یک تا کلان. در اینجا یک گروه برادران برای رازگی الله خدمت دارن کار دارن. در اینجا ایستاده‌اند. در حدیث صحیح است کسی با کار خیر دلالت میکنه میگه در اینجا مسجد ساخته است یا که در اینجا راه ساخته است یک کار ثوابی کرده کسی دلالت میکنه برادراش دعوت میکنه در کار خیر و مثل همین برادرها خدمت کنه که برابر میشه. ان شاء الله ما و شما هم حرکت کنیم ان شاء الله دلالت کنیم به کار خیر حرکت کنیم با دیگران نوارا پهن کنیم لایک مونده با دیگران رسانیم و مثل همین برادرایی که در اینجا کار دارن ثواب اینونده شریک شیم.
با شما بود صدای خدا. آماده شدن را فراموش نکنید.